بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل علی محمد و آل محمد. خانه های آن کسانی میخورد در بیشتر، خانه های آن کسانی میخورد در بیشتر که به سائل میدهند از هر چه بهتر بیشتر. عرض حاجت میکنم اینجا که صاحب خانه اش پاسخ یک میدهد با 10 برابر بیشتر. گاه گاهی که به درگاه کریمی میروم، گاه گاهی که به درگاه کریمی میروم، راه میپویم نه با پا بلکه با سر بیشتر. زیر دین 14 معصومم اما گردنم زیر دین حضرت موسی بن جعفر بیشتر. السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا اخت ولی الله، السلام علیک یا عمت ولی الله، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر، السلام علیک یا سیدتی و مولاتی یا فاطمه المعصومه، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم بنده های خوب خدا، هم نفس یاد خدا، مسافرای بهشت، همشهری های شهر الله. الهی کلتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشید، خیلی خیلی قبول باشه طاعات و عباداتتون، همه کارهای خوبی که تا به اینجای ضیافت الله انجام دادید انشاءالله به شایستگی مورد قبول صاحب خانه قرار گرفته باشه، از این به بعدش هم بیشتر. ما به دعای خیر شما همچنان نایب الزیاره شما هستیم در شهر مقدس قم، حریم جان فضای کریمه آل طاها، شفیعه روز جزا خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها، و خیلی هم خوشحالیم از این بابت که شما رو همراه کردیم در این شبها، لحظات روحانی قبل از اذان مغرب و افطار در این بارگاه مقدس و آسمانی و به شدت نورانی و حال خوب کن. انشاءالله که توفیق حضور شما هم داشته باشید در همین ماه مبارک رمضان، توفیق نماز جماعت در این بارگاه نورانی و نشستن سر سفره اطعام و احسان که هر شب اینجا الحمدلله پهن هست و یه حال و هوای خاصی داره. انشاءالله نصیب و قسمت همتون بشه. میگید نه، تماشا بکنید این بخش رو ببینید نماز جماعت این حرم باصفا چه نماز جماعت باصفایی هست. بسم الله. مبارک بانوی کرامت صلوات بر محمد و آل محمد. الهی که خیلی زود شما رو در صفوف به هم فشرده نماز جماعت در شبستان امام خمینی رضوان الله علیه حرم باصفای کریمه اهل بیت زیارت بکنم، بعدش هم اینجا سفره اطعام و در کنار هم خیلی حال و هوای معنوی و پرنور و در واقع
حس و حال خوبی رو اینجا شما تجربه میکنید. انشالله که این اتفاق برای همتون بیفته. خب ما از دیروز با افتخار زیاد در خدمت حجت الاسلام و المسلمین سعیدی آریا عزیز هستیم. امروز هم لطف خدا شامل حالمون شده، میتونیم از بیاناتشون بهره مند بشیم و استفاده بکنیم. من خیلی خوشحالم از این بابت. آقا سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی مخلصیم. سلامت باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان بزرگواران. انشالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند در همه احوال زندگی داشته باشیم. انشالله که نسبت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام عاشق و عارف و عامل باشیم. الهی آمین. به برکت راهنمایی های شما و مثل شما. فرمودین خدا کنه که توفیق بندگی نه فقط در ماه مبارک رمضان بلکه در تمام عمر رو داشته باشیم. داشتم فکر می‌کردم اصلا ماها آفریده شدیم برای همین. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. برای بندگی خدا. آره برای بندگی خدا. برای ویژه ای مثلا فرق میکنه. یعنی شما برای هر چیزی خلق نشدید. هیچ چیزی ارزش شما رو نداره. برای بندگی خدا خلق شدید و مواظب باشید اسراف نشید. اسرفوا علی انفسهم. اسراف یعنی دورریز. مواظب باشید مردم تو همون مسیری که خلق شدید زندگی کنید. دورریز ما با این نون سر سفره یه وقت میاد دورریز میشه. برای خورده شدن تو سفره است ولی دورریز میشه. ما برای بندگی خداییم. یه وقت دورریز نشیم، اسراف نشیم. حتی اگرم شد امکان برگشت هست. خدای ماه مبارک برای همین قرار داده. داشتم فکر کردم که جالبه که نفر اول عالم هستی که نبی مکرم اسلام باشن بالاترین شأن و جایگاهی که براشون در نظر گرفتن همین عبد بودنشونه. همین چند قدم اون طرفتر یه عزیزی اینجا به خاک سپرده شدن که روی سنگ مزارشون نوشته شده العبد. بله آیت الله بهجت رضوان الله تعالی. رضوان الله تعالی علیه. خدا کنه که عبد بتونیم باشیم. خیلی خیلی سخته. حالا نمیدونم یه چیزی میگیم. بله بندگی است. اون موقعی که نفس میاد، اون موقعی که شیطان میاد، قرار ما قول دادیم که الله تعبد شیطان، نباید بری دنبال کار او ولی میریم. نفس میاد قرار نیست دنبال کار او بری ولی میریم. این عبد بودن. بله عبد بودن یعنی خدایا من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندم. الهی رضا به رضا. الهی اونی که میخواد عبد بشه به نظرم یه قدم اساسی در مسیر عبد شدن اینه که بتونه حرصشو کنترل کنه. آره حرص اگه بشه کنترل کرد میافتیم تو کانال بندگی انشالله. و چه عبارت عجیبیه این مطلع دعای 8 صحیفه شریف سجادیه که ما توفیق رفیقمون شد از دیروز محضر شما داریم یاد میگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص. همون اول کار. اول دعا. اون به هم ریختگی. اون هیجانات، اون زوال عقل، اون حریص شدن و پست شدن، اون بی آبرو شدن که نوعا هم خود آدم متوجه نیستا. این بچه کوچیکه رو دیدی سر سفره میره میشینه اونجایی که نوشابه هست و غذاها رو میکشه طرف خودش و زیادم میکشه. این پدر و مادر خجالت میکشن. بچه نمیفهمه داره چی کار میکنه. آبروی خودش رو داره میبره چون هرس میزنه. آخر سرم نمیتونه بخوره. اونایی که برای خودش معمولا اینجوریه. ولی گریه میکنه از این بیشتر به من بدید. هرس میزنه. این تا سالهای سالم وقتی میشناسنش بزرگم شده باشه. یادت بچه بودی مثلا یه همچین چیزی. آبروی آدم خودش با هرس میبره. دیگران میفهمند. بعدش اینه که خود آدم نوعا نمیفهمه داره چه آبروریزی میکنه، داره چقدر حیف میکنه. آبروشو، زندگیشو، زمانشو داره از دست میده. خدا نکنه اتفاق بیفته. انشالله به برکت همین دعای امام زین العابدین علیه السلام این دلهای ما آروم بگیره از این هیجان. انشالله تو مسیر قرار بگیر. این قناعت، چشم و دل سیری، رضایت با آنچه که خدا برای من قرار داده این خیلی شیرینه. خدا انشالله این طعم شیرین رو به همه ما بچشونه. الهی آمین. ما سراپا گوشیم. یا علی. علی یارتون. خب عبارت هیجان حرص اگرچه تمام نمی شود اینقدر روایت داریم راجع به این قضیه ولی خب قرارمون هم اینه که برسیم دعا رو تمام بکنیم. عبارت دوم اللهم انی اعوذ بک، این قسمت اول بود. حالا عطف که میکنیم یعنی این اعوذ بک تو همه اینها تکرار میشه.
و ثورت الغضب، آتش فشان عصبانیت، یا خدا. شدت عصبانیت، بالا گرفتن عصبانیت، حالتهای عصبی. و چیه غضب و ثورت الغضب یعنی با چی؟ سینم نمیشه، اون آتش بشه، اون موقع هیجانی غضب، اون لحظه ای که عصبانیت آتیشی که گل میندازه رو دیدی، به اون حالت میگه. ببین یه موقعی زغال رو روشن کردن یا آتش رو روشن کردن، اون چوب روشنه، یه موقعی میبینی تا مغزش سرخه، اون صورت الغضب یعنی برافروختگی. آفرین، این لغت بهتره. اون هیجان هرس، درست، اینجا برافروختگی، انتهای غضب، احسن. آتش اون فشان. حالت وقتی آتش فشان میشه بعد میسوزونه دیگرانو و خودش رو. قدیمی ها میگفتن آدم عصبی مثل ظرف شیریه که روی این مثلا منقلی یا گازی یا چیزی گذاشتی، این یهو سر میره، تمام اطرافشو کثیف میکنه، خاموش هم میشه میاد پایین، ولی دیگه کثیفی اطراف شده دیگه، همه با یه حال دیگه ای نگاهش کردن. خیلی تلخه این تسلط نداشتن، کف نفس نداشتن روی این حالتهای عصبی، صدمه زیاد میزنه. و اگر آدم عصبی شد، روایت بخونیم شیرینه. بله حتما. حضرت فرمود شدت الغضب، شدت حالت عصبانیت، یک تغیر المنطق، تغییر میدهد نطق انسان را، گویش انسان را عوض میکنه. تا حالا مؤدب بود، حالا بیادب میشه. تا حالا بزرگتر کوچیکتر سرش میشد، حالا هرچی از دهانش در میاد میگه. از واژه‌های استفاده میکنه که تو حالت معمولی به شاید هیچ خودش هم وجه باورش نشه که من چی داریم. تغیر المنطق، یک و تقطع مادة الحجه، قطع میکنه. تقطع ماده یعنی ریشه، حجت یعنی استدلال، ریشه استدلال رو میکنه دیگه. اخلاق رفتارش بر اساس عقل نیست، دو تا چهار تا نیست به قول خودمون. و تفرق الفهم، تفریق یعنی جدا کردن، تفرق پاره پاره میکنه، فهم انسان رو پاره پاره میکنه. آدمیزاد عاقل با عصبانیت تبدیل میشه به یک موجود نفهمه که توان داره، گویش داره ولی نمیفهمه داره چی کار میکنه. و جالب اینه تو روایات ما داریم آدم عصبی کل مجنون، کاف یعنی تشبیه، مثل آدم دیوانه است. اما یه فرق بزرگ داره. در خونه شما یه وقت می‌بینی زدن شیشه رو شکستن، در رو باز میکنی ببینی کی بوده، می‌بینی یه بنده خدای واقعا عقل نداره، مجنونه، دیوانه است. شاید یه ذره آبی نونی هم از خونه ببری براش، آره یه مرحمتی هم، آقا خوب نمیفهمه دیگه، بدبخت اصلا نمیدونه دست خودش نیستش که، عقل نداره که، مسئولیت کارش که به عهده خودش نیست، نمیفهمه. اما کل مجنونی که اینجا داریم مثل مجنون هست، اما مجنونی که مسئولیت کارش اتفاقا گردن خودش هست. عجب. ببرنش دادگاه بگن آقا ببخشید شما برای چی مثلا قتل انجام دادی، بگی خب عصبانی شدم. کل مجنون، عصبانیت بفهم منزلتون. یه لحظه بود نفهمیدم چیکار کردم، نفهمیدم، ولی رافع مسئولیتش نیست. میگیرن متهم است، قاتل است، فلان، همه اینا جرمش سر جای خودش. یعنی عمل کردن مثل دیوانه، مسئولیت مثل آدم عاقل. خیلی چیز خطرناکیه. ماشینی با موتور پرقدرت بدون ترمز و فرمون، حالا بشین گاز بده، ببین چقدر هرچی تندتر بری خطرناکتر، نمیتونی کنترلش کنی. خودکشیه. خیلی وحشتناکه. لذا نوعا نگاه میکنید بسیاری از گناهان، بسیاری از خطاها که اتفاق میفته ما رو اون لحظه عصبانیت با همین جمله‌ای که شما گفتی و درستم گفتی، نفهمیدم اون لحظه چی شد، به هم میریزه آدم رو. ولی گفتم رافع مسئولیت نیست، به هم میریزه آدم رو. آره آج آقا من میدونم، آخه قبول دارم حرف شما رو، بارها بگم اینو من شنیدم، ولی دست من نیست اون لحظه، نمیدونم، دست من نیست، اصلا نمیتونم خودم مسلط باشم به خودم. خدا رحمت کنه حاج آقا مجتبی تهرانی، رضوان خدا برش. اتفاقا الان موقعش یاد ایشون بکنیم. دستشو می آورد بالا، نگو نمیتوانم بگو نمیخواهم، تکرارم میکرد، نگو نمیتوانم بگو نمیخواهم، نمیتونم بهونه است. اون لحظه نمیخوام، اون لحظه تسلط میتونم. کجا من امتحان کردم بگم قصهشو کوتاه. یه وقت توی دبیرستان بودیم، بچه‌ها همه حالا مثلا داشتیم مشکلات درسی، عدم تمرکز در درس، اینا رو بررسی می‌کردیم. یکی از همین میز جلو بچه‌های اون موقع پیش دانشگاهی بود هنوز که سال 12ام. کجا من خیلی عصبی‌ام،
از این جهتم ناراحتم، ولی تو اون لحظه اصلا نمیتونم. هر چی بهش گفتم این راه حلشه، مثلا این مسئلهشه، تو لحظه عصبانیت گفت نه اون لحظه اصلا دست من نیست، نمیتونم. گفتم خب یاد حرف حاج آقا مجتبی افتادم، گفتم باید ببینم میتونی یا نمیتونی. گفتم بابا جان چی خیلی دوست داری، خیلی دوست داری داشته باشی؟ یه ذره فکر کرد و حاج آقا از این دستگاه‌های بازی بس میشه به تلویزیون میشینن بازی میکنن. گفتم داری یا نه؟ حاج آقا تو خوابم نمیتونم ببینم، خیلی گرونه. راستم میگه خیلی چیز گرونی بود. گفتم خب حالا اگر من به تو قول بدم سر 10 روز یکی بخرم بهت بدم همینجوری مجانی مال خودت، فقط به شرط اینکه تو این 10 روز اصلا عصبانی نشی، حالا میتونی یا نه؟ این فکر کرد و گفتم خدا وکیلی جواب بده، دروغم نگو، خدا داره نگاه میکنه، دروغگو دشمن خداست. حالا با شوخی و خنده هاش یه ذره فکر کرد و گفت آره حاج آقا میتونم. حالا 30 ثانیه پیش میگفت اصلا دست من نیست، نمیتونم. گفتم چی خیلی عصبانیت میکنه بابا جان؟ گفت حاج آقا داداشم، یه داداش داشت 1.5 سال از خودش کوچیک‌تر، اینایی هم که هم سنن تعارض منافع زیاد دارن، خب بالاخره خیلی دارن این مسائل تو خونه. گفتم حالا داداشت میاد از کنارت رد میشه یه دونه محکم میزنه پس گردنت، میره اونور وای میسه میگه دلم خواست خوب کردم، همینی که هست، حالا الان چی کار میکنی؟ میتونی هم پاشی دعوا و بزن. یه ذره فکر کرد، عزیزان عین همینی که تعریف میکنم، داشت نگاه میکرد چشما سرخ، بزرگ، رگ گردنی، حال بد که الان میرم میزنم. بعد یهو یاد خودشو تصویر میکرد پای تلویزیون نشسته داریم با این دستگاه بازی میکنه، یه لبخندی رو لبش میامد و آروم میشد و میگفت آره حاج آقا میتونم. درد سرتون ندم، من هی مسئله رو سخت‌تر کردم، فرض مسئله است دیگه، میشه چید. همه رو گفت میتونم. رضوان خدا بر حاج آقا مجتبی، نگونه میتوانم بگونه میخواهم. هممون میتونیم، هممون کف نفسو میتونیم. خدا توفیقشو بده ادب کرده باشیم خودمون رو انشالله. الهی آمین. انشالله خدا به هممون رحم بکنه. واقعا یه دام بزرگیه که شیطان برامون پهن میکنه، دام غضب، و اگه گیرش بیفتیم. یه چیزی هم هستش، فرصت داریم هنوز ادامه بدیم تو این بخش، درسته؟ خب عرضم حضور شما که این جمله رو خب شما هم فرمودین از خیلی ها میشنویم. دارم فکر میکنم خود منم بعضی وقتا یه کاری کردم، حالا نه با اون، ولی اون لحظه احساس کردم واقعا نتونستم خودم رو کنترل کنم. خب ولی خود من که این مبتلا بهبر منم بوده، این رو فکر میکنم میشه انجام. یعنی اون لحظه ممکنه آدم احساس بکنه دست خودش نیست، اما لحظات قبلتر چی؟ قبلش که دیگه دست خودمون هست که یعنی قبلش به نظرم ماها میتونیم یه کارایی رو انجام بدیم، یه تمرین‌هایی رو انجام بدیم، حتما یه دستوراتی رو داریم که اگر اون کارا رو انجام بدیم اون وقت به اون نقطه مورد نظر که رسیدیم که دیگه می‌خوایم برافروخته بشیم یا آتش فشان فوران بکنه، دیگه نکنه. همینطوره. اون شخصی که میره روی تشک کشتی ضربه فنی میکنه، 5 دقیقه طول میکشه میاد پایین، فکر میکنید همون لحظه داره کار میکنه؟ این چندین سال تمرین پشتشه، ورزیدگی پشتشه. من یاد گرفتم تو اندازه کوچکتر، اندازه آزمایشگاهیش تو خونه کف نفس کنم، برای خودم تنبیه قرار دادم. اگر فلانجا عصبی شدم اینقدر یه روز روزه میگیرم، اگر فلانجا این خطا رو انجام دادم، حرف بدی زدم، این کارو انجام میدم، اینو رو که دوست دارم انجام نمیدم، تنبیه برای خودم قرار. اینقدر تمرین کردم. حالا که موقعیت اون کشتی اصلی جهاد با نفس پیش میاد و اون غلبه بر غضب پیش میاد، اینا رو باید ببینید حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تو 40 حدیث چجوری راجع به این قضیه صحبت کرده. یعنی جزو خطرات مهلک بشری همین مسئله است. اون لحظه بتونه خودش رو کف نفس داشته باشه، چیرگی داشته باشه. این عضلات انقدر قوی شده که توی اون دوشک کشتی میتونه زمین بزنه. این فکر انقدر قوی شده تسلط بهش پیدا میکنه. تو همه مسائل همینه. خدا نکنه آدم برعکسش رو یاد گرفته باشه که تشفی به بدزبانی، تشفی به بد اخلاقی، یعنی شفا پیدا کردن. من یه کوتاه عرض بکنم، برای خود من پیش اومد. یه وقت مدینه بودیم، یه عزیزی بنده خدا پیرمردی بود، سر قبر پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، حال خوش معنوی و اینها. یهو دیدم دعوا شده با این آقایی که اونجا مسئول مثلا رد و فتقش بودش، خلاصه خیلی حال بد و دعوا و اینا. کشیدمش کنار که آقا مثلا اینقدر عصبی نباش. گفت نه آخه این شروع کرد آقا فحش دادن تو همون موقع. یعنی 1 دقیقه کامل فحش داد. من یادمه یه دونه تکراری روش نبود. اصلا شما محاله بتونی اینجوری فحش بدی. ببین چقدر قبلا تمرین داشته. بعد اینقدر منظم و اول فامیلای نسبی، بعد فامیلای سببی، همه رو اینجوری. بعد صورت سفید شد، حالش خوب شد، این شونه‌های منو گرفت. گفت حاج آقا همه جای دنیا اینجور آدم پیدا میشه. رفت
تشفیه به حرام. عصبانیت من تا نزنمش، تا حرف بدی نزنم شفا پیدا نکنه. اینه شفا و درست شدن؟ علامت سوال تو ذهنمون بمونه. پناه بر خدا. یه وقتایی همین این ماجرای و چنان فشاری رو به خود اون طرف وارد میکنه که ما یکی از رفقامون سالهای قبل این خونهشون کنار دست خونهشون این خونه داشتن خراب میکردن که بسازن، نوسازی کنن و اینا. سر صدا بوده، هی میومده تذکر میداده، بعد اونا حالا بالاخره کارشون رو بعد انجام میدادن. یه دفعه عصبانی چنان میشه، میاد در حال ناسزا گفتن به این بندگان خدا که اونجا داشتن معماری و اینا رو انجام میدادن، یهو سکته میکنه و به رحمت خدا میره. پناه بر خدا. آره و به رحمت خدا میره و دیگه نه فرصتی برای توبه، نه میدونی، یعنی یه ضرر گفت جبران ناپذیری رو آدم ممکنه حتی به این صورت به خودش وارد بکنه. پناه میبریم به خدا شر شیطان رانده شده از درگاه الهی. ما یه فاصله بگیریم، یه فرصت تأملی هم باشه، دوستانمونم یه نظر خدمت ببینن، دلشون جلا پیدا بکنه. بعدش هم توضیح میدم که اگه شما هم دوست داشتین خدمتی بکنین چطور میتونین توی این پویش نظر خدمت مشارکت داشته باشید. بفرمایید. مهدی زاهره هستم، امام جماعت مسجد امام سجاد علیه السلام. این نونوایی که الان در تصویر عزیزان مشاهده می‌فرمایند متعلق به مسجد هست. از آقا امام صادق علیه السلام روایت شده است که نان را گرامی بدارید که همه موجودات بین عرش و زمین برای ایجاد آن به کار گرفته شدند. بحث نان بحثی است که خیلی ها برایش زحمت میکشند و همچنین عزیزانی که در نونوایی ها زحمت میکشند و آرد تولید شده تبدیل به نان و تقدیم مردم میکنند. با توجه به تصمیمی که هیئت معتمدین مسجد اتخاذ کردن، نونوایی بربری مسجد الحمدلله هر هفته پنجشنبه ها به نیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در این نونوایی نان صلواتی به اهالی تقدیم میکنه و توزیع میشه. با همه در پناه اخت رضایی. دارم به دامان تو دارم، چشمی اگر دارم به احسان تو دارم، از سفره‌ای جز سفره تو نان نخوردم. از سفره‌ای جز سفره تو نان نخوردم. من هر چه دارم از سر خانه تو دارم. الحمدلله رب العالمین. نانوایی ها در ماه مبارک رمضان یه رونق خاصی پیدا میکنن. آقای سعیدی آری عزیز، این نظر خدمتی که دیدیم پنج شنبه های نانوایی نون میدن نظری به نیت خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها. خلق الله میان و نانها رو صلواتی میگیرن و میبرن. من دیدم تو این سالهای اخیر خیلی رواج پیدا کرده، مثلا هول و هوش ولادت آقای امام حسن مجتبی خیلی اتفاق میفته. خیلی خوبه که رواج پیدا بکنه، اصلا از ابتدا تا انتهای ماه مبارک رمضان باشه به نیت همون کریم اهل بیت، کریمه اهل بیت خانم فاطمه معصومه، و این اتفاق رواج پیدا بکنه. روش شرکت در این پویش رو هم توی همین بخش فکر میکنم شما ملاحظه فرمودید. اگه نکته آقا دارن راجع به این موضوع ما بشنویم. خدا خیرتون بده. این عادت به احسان کردن خیلی مهمه. حتی قدیمی ها میخواستن تو
توی ماه مبارک یا موقعیت‌های دیگه چیزی پخش کنن یا صدقه بدن، میدادن به فرزندشون پخش بکنه. این احیای این سنت خوب انفاقه. این حالا شما رسانه دارید اینجوری پخشش میکنید، خیلی هم خوبه، هم چیزایی که میسازن روش، هم عزیزان ما حواسشون باشه این سنت ها از بین نره. با همین سرن و علانیه، این چیزی که توی قرآن داریم، هم مخفیانش درسته هم علانیه، باید یه جوری این امر به معروف تو این قضیه شایع بشه. بهش میگن بث معروف با 3 نقطه. این معروف باید گسترش پیدا کنه. ان شاءالله از خدا میخوایم اینجوری. این پویش نظر خدمت دیروز یک آقای کفاشی بودن که کفشای ظاهرین خانم رو مجانی واکس میزدن و تعمیر میکردن. امروز این نانوا به این شکل و منم توضیح دادم هر کس تو هر شغل و حرفه‌ای هست بالاخره میتونه یه جوری همینطوره به قول معروف رایگان و به نیت نظر خدمت به ساحت مقدسه خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها این خدمت رو انجام بده. انشالله خدا این توفیق رو به هممون عطا کنه. خب و ثورت الغضب، خشم، برافروختگی، آتش فشان خشم که فوران میکنه، واقعا آدم هیچی جلودارش نیست تو اون لحظه و از بدیهاش شما دارید میفرمایید. منتها یه علامت سوال بزرگ پیش میاد. من اولم عرض کردم اون کارهایی که لازمه شاید قبلش بکنیم یا اون لحظه که عصبی میشیم چی کار بکنیم برای درمان این ماجرا، اگه صلاح دونستیم. خب حتما یکی این که نوعاً حضرات اهل بیت علیهم السلام، حتی طبیب‌های امروزی هم وقتی میخوان شما رو از یک موضوع خطرناکی، از یه چیزی که تهدیدتون میکنه شما رو تحذیر بکنن و آموزش بدن که تو این مسئله مواظب باشید، خطراتش رو برای شما میگن حواست باشه چه بلاهایی سرت میاره. یه پاکت مثلا دخانیات یا سیگار یا هر چی هست، عکس یه ریه داغون روش کشیده، یا ببین تو اگر از این استفاده کنی ریت قلبت اینا به این صورت در میاد. برای همین قرآن مثلا پیامبر ما هم بشیرن هم نذیرن، میترسونن، هشدار میدن حواست باشه چه بلایی سرت بیاره. من الان نمیفهمم تو حالت عصبی که چه اتفاقی افتاد. وقتی که یه حرفی زدم دلی رو شکستم، مگه میتونم جمعش کنم؟ میگه عصبانی بودم حالا یه چیزی گفتم دیگه، اینم براتون آشناست. ولی من یه وقتایی برای حل اختلاف میان 20 سال با هم زندگی کردن، اصلا اختلاف اون موقعیتشون هم حل میشه. میگه حاج آقا شما درست میگی، ولی 20 سال پیش یه همچین حرفی به من زد، عصبانی شد، یه همچین گفت، یعنی زخمش رو دلش تازه است. یعنی دردش میاد داره تعریف میکنه. این حافظش آقا دست شما ببره، خدایی نکرده آشپزخونه داشتی کار میکرد، هی میگی این دستم بود یا این دستم بود، اصلا دردم نداری الان، 10 سال پیش بوده یادت نمیاد، جاشم نمونده. ولی این زخم روی دله هم جاش مونده هم درد میکنه جاش، هم وقتی داری وقتم به هم دیگه میگه فلانی حلال کنه، میگه نه بابا این حرفا چیه، هر دومون میفهمیم هلیتی اتفاق نیفتاد، داره میسوزه دلم، دوباره یادش میافتم. خیلی وقتا نمیدونم حالا چقدر ربط داره، ولی یه تلنگری برای خودم همیشه، خدا کنه برای اهلش هم باشه، ما خیلی وقتا به زخم تن اهل بیت گریه میکنیم. خیلی وقتا بشینیم یه ذره فکر کنیم به زخم دلی که خوردن، اون موقع باید لحظه به لحظه خون گریه کرد. همینه خدا میدونه. حالا بعضی از روزه ها که آدم وارد میشه در مورد همه حضرات اهل بیت علیهم السلام هست، اهانت ها، بی ادبی ها. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید سلونی قبل ان تفقدونی، ماه این جمله، بپرسید از من قبل از اینکه من از دست بدید، از بینتون برم بپرسید. راه های آسمان و واردتره. طرف میاد میگه موهای من چند تاست، آتیش میگیره آدم میشنوه اینو. اون ملعون میاد پیش امام حسین علیه السلام، نزدیک میشه میبینه چیزی نداره، میگه فشتم الحسین، بی تربیتی کرد نسبت به ابا عبدالله علیه السلام. این زخما اونایی که اهل معرفت بشه آتیش میگیرن یه همچین چیزا. بله که این هستش. برگردیم رو بحثمون. پس یکی از راه حلا گفتن نتایج خطرناکیه به واسطه این که من این غضب رو نتوانستم روش تسلط بدم. تغیر المنطق، همینی که عرض کردیم، تقطع مادة الحجه، استدلال از بین میره، کاری انجام میدی که نباید، بعدش هم دست روی دستت میزنی میگه ای کاش این کارو نمیکردم. خب دیگه ای کاش که نمیتونه کارو برگردونه، زمانو برگردونه نسبت به همین. عذرخواهی میکنی، گاهی کوچک میشی حتی به خاطر عذرخواهی، ولی از دل طرف پاک نمیشه. تفرق
فهمت پاره پاره شده، شخصیتش رو آدم از دست میده. این اصطلاحی که تو روایات داریم یعنی اون بزرگی رو از دست میده. شما ببینید به یه نفر میگید بزرگ خاندان فلان، واقعا سنی محاسبه میکنید یا میگید نه فلانی اصلا آدمی که تو معنینه داره، جا افتاده، آدمی که آفرین جا افتاده است. نگاه کن کسی عصبانیش نمیکنه، اگرم باشه اون حلم و بردباری که داره، آرامشی که داره، اصلا اختلاف و اون اگر اختلاف کم باشه این شروع میکنه حل کردن. اگر آتشی هم روشن شده باشه، امام زین العابدین علیه السلام تو همین صحیفه سجادی دعای 20 دعای مکارم الاخلاق میفرماید صفت آدمای با تقوا اطفاء و نائره. اطفاء آتش خاموش کن، میگه اطفاء اطفاء حریق، اطفاء و نائره آتش خاموش کنن. اصلا این آدم اگه خودش هم بخواد عصبی بشه که کار از به این رفته. مطلب بعد مصاحبت. با آدم عصبانی باشی، با آدم عصبی باشی شکل میگیری ازش. با آدم خدایی نکرده با آدم بیادب باشی شکل میگیری ازش. شما بری خونه ببینی بچت یه حرف بدی زد، پدر ماهوش میگه خانم امروز کسی اومده اینجا؟ جایی رفتین؟ چی شده؟ این حرفو نمیزد قبلا، الان داره میزنه. این با یکی گشته، این یه چیزی هست. ما اولین سوالی که به ذهنم میرسه، فیلمی تلویزیون نشون داد، خلق نکرد که بچه اینا از خودش این عصبانیتو از یکی شنید، این حرف بدو. نوعا ماها همینطوریم. اگر توی محیطی بودیم عصبیت، یا با یه رفیقایی بودیم که عصبانیتو حسن دیدن، به قول قرآن کریم تسویل، بل سولت لکم انفسکم، تسویل یعنی چیز زشت و زیبا جلوه دادن. طرف عصبیه، میگه من انقدر مقتدرم، انقدر حرفمو رک میزنم. خب بابا تو بیادبی، تو کلامت اون سیاست حرف زدن، چینش زیبای کلامو نداری. این بزرگتره الان باید نه هر کی باشه حرفمو رک میزنم. خب خیلی اشتباه میکنی، خیلی این بی‌تربیتی رو میذاریم جای رک بودن، رو میذاریم جای مثلا صداقت. اینا هیچ کدوم جای همدیگه نیست. تسویل اصلا یعنی همین، نقص دارد در تربیت، نقص دارد در آداب گویش، تغیر المنطق، نقص دارد در این که خودش رو تربیت نکرده که کف نفس داشته باشه. همه اینا رو میذاره پای حسن خودش. تازه یه شاخ و شونه هم میکشه، میگه عجب حسنی من دارم. نه آقا، کسی پیش پزشک نمیره بگه آی دکتر من یه غده سرطانی تو مغزم هست، مثلا دلت هم بسوزه، قاعده پرتقال مثلا تو مغزم. کسی افتخار نمیکنه به بیماریش، که به بیادبیش که افتخار نمیکنه. ما خیلی بچه تر از این که بودیم یه خطی می نوشتیم و این خیلی خاطرش برام شیرینه. می نوشتیم ادب آداب دارد. با قلم درشت، یادتونه؟ آره قلم دسفولی بود و می تراشیدیم و گاهی هم این جوهرش روی زمین میریخت، تنبیه می شدیم و بعد لیقه باید می ذاشتیم و اینا. قدیمی ها خوب یادشونه. من هنوزم بعضی وقتا این کارا رو میکنم. خیلی برای تمدد اعصابم خیلی عالیه، فوق العاده است. عرض شود که اینو می نوشتیم، یکی از سرمشقاش این بود، ادب آداب دارد. اینو چند جا من عرض کردم، خیلی هم بهش فکر کردم. سرمشق قشنگی، آداب داره. اگه بخوای مؤدب باشی باید آدابشو بلد باشی. باید با یه آدم خوش اخلاق. نگاه کنم فلانی، ببینم تو اوج مسئله عصبانیت امام کاظم علیه السلام فرزند شیرخواره و کوچکشون کشته میشه به واسطه حالا بی‌حواسی اون کسی که خدمشون بود. حضرت ناراحتیشون از چیه؟ چرا تو از تذکر من و آمدن من ترسیدی؟ چرا اصلا ترسیدی؟ چرا این اتفاق افتاد که حضرت حلالش میکنه و حالا رهاش میکنه و اینها؟ میخوام بگم یاد گرفتن، الگو داشتنه. تا الگوی فلان فیلم رو نگاه میکنم که برای جذابیت فیلم رفتارهای عصبی و وحشیانه رو تو بهترین جاهای فیلم داره نشون میده، بگه خب منم دارم از اون الگو میگیرم که چقدر از این اخلاق و رفتارها بالاخص توی دانش آموزها یا جاهای دیگه الگو گرفتن از رفتارهای بی‌محابا، با هیچ کنترلی روی نفسش نداره، هیچ کف نفسی نداره، همینطوری میره جلو. چرا الگو امام کاظم علیه السلام نباشه که تو اوج عصبانیت، تو اوج موقعیتی که اصلا موقعیت عصبانیت پیش بیاد، از ایشون رفتار غیر معقول یا حالت عصبی نمیبینیم؟ الگوی ما اهل بیت علیهم السلام، پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه، خاکستر رو سرش میریزن. خیلی من خودم دلم میسوزه وقتی یاد پیغمبر میفتم. شکمبه گوسفند رو سر حضرت ریختن، خاکستر رو سرش ریختن. این حلم و کف نفس رو از کی یاد بگیرم؟ این رسول الله پیغمبر منم هست، آخه منم الگو باید داشته باشم، اسوه حسنه منم هست. یاد گرفتنش اینه، چرا همش اون طرفی آدم بره؟ حالا برگردیم. پس میشه منتها از قبلش باید خاطرات تلخ اون عصبانیت رو برای خودت مرور کنی. یعنی چی؟ دیروز که عصبانی شدم فلان حرفو زدم،
چقدر آبروی خودم رو بردم، چقدر تو نظر فلانی حقیر شدم که بابا اینو نگاه کن چجوری حرف میزنه. خب این خاطره رو تو ذهنم تثبیت کنم، نمیخوام فردا اینجوری باشم، نمیخوام این اتفاق برای من بیفته. یکی از اتفاقات قشنگی که توی بعضی از اتاقای عمل میفته، چون من دیدم گاهی عمل که میکنن به صورت زنده دارن از یک صفحه تلویزیونی پخش میکنن بیرون. من تو این محیط قرار گرفتم، بیرون رو داشتم نگاه میکردم، افرادی که دارن از اون باز شدن قفسه سینه، از اون رگی که داره بریده میشه به واسطه چی؟ مثلا چربی خون بوده و اینه که مثلا رگ‌ها گرفته. باید ادبیات اون افرادی که اونجا نشستن رو باید بشنوی. من که دیگه لب نمیزنم به چربی، من که دیگه یعنی عبرت برای خود من خیلی شیرین بود. یعنی همه اونجا رو نگاه میکردن، من داشتم این جمعی رو که اینجا نشسته بودن نگاه میکردم. به چربی دیگه لب نمیزنم. چیه آخه تا قبلش هر چی میگفتی این حرفاس قرصشو میخورم، ولی داره میبینه رگ رو باز کردن چه اتفاقی میفته. حالا البته خدا کنه همون حرفم عمل کنه، لحظه‌ای نباشه، لحظه‌ای نباشه. ما متاسفانه نمیدونم فراموشکاریم، میریم سر قبر اونجا میبینیم. بله. بعد لذا تربیت نیاز به ذکر یعنی یادآوری داره. همین قبری که مثال زدید میگفتن قدیم میگفتن ما مجلس ذکر گرفتیم، الان میگم مجلس ختم یعنی یک بار ختم قرآن که به واسطه این قرآن هایی که حزب شده جمع میکنن، نه اینکه ختم طرف باشد یعنی پایان طرف، به این خاطر نه، به این ختم قرآن عبارتش اینه. ذکر کاش بیشتر جا میافتاد قشنگ‌تره. یعنی مجلس یاد بوده، یعنی یادتون باشه که کل من علیها فان. ببین اینو میشناختی، میدیدیش، باش فامیل بودی یا دوست بودی، ببین رفت. قدیم خیلی عرف قشنگی بود، لا اله الا الله رو دوششون میذاشتن، تشییع جنازه من خودم دیده بودم اینها رو. مغازه ها کرکره ها رو یه مقدار میکشیدن پایین، میآمدن بیرون، کاسبی تو یه لحظه تعطیل میشد، نگاه میکردن. این کاسب وقتی برمیگشت تو مغازش دیگه کاسب قبلتی که اومده بود بیرون نباشت. این خودش تربیت بود. من یه وقت خدمت یکی از آقایون بودم، رضوان خدا برشون، خدمت ایشون بودم، اومده بودیم تشییع جنازه یکی از علمای بزرگ در قم، خدمت ایشون بودم. وقت مغتنم شمردم، گفتم از این آیت الله بزرگ من یه سوال کنم، گفتم آقا منو یه نصیحتی بکنی. کنار دستشون ایشون با دستشون نشون دادن اون مرجعی که از دنیا رفته بودن، گفتن اون نصیحته، همین فقط گفتن اون نصیحته. یعنی نگاه کن، مرجعم باشی، عالمم باشی، از دنیا میری، عبرت بگیر. همین دو تا کلمه همینو به من گفت، هنوز رو قلب من نشسته. اون نصیحته. یعنی اون به اون عظمت باشی، نتونی جلو بریم به خاطر جمعیت، ولی نگاه کن رو دست مردم و کار تمامه. اینا چقدر آدم اون وقت من بخوام به هم بریزم و حال دیگری رو بد بکنم و که آیا میشه درستش کرد یا نه. من یه وقت تصادف میشه میگم یه جایی باشم یا خودم مورد تصادف باشم یا دیگری رو بگم آقا نگاه کن این آهنا با صافکاری درست میشه، به نظرت فکرتم روح اون طرف مقابل جریحه‌ای که داری وارد میکنی اینم صافکار داره، اونو چجوری میخوای درستش کنی؟ یه حرفی زدی فردا مسئولیتش رو تو روز قیامت ازت میپرسن چرا این حرفو زدی؟ این فحشی که خدایی نکرده دادی، این حرفی که زدی، این صدمه‌ای که ایجاد کردی رو میتونی جبران کنی؟ همین واقعا ما خیلی از خطاها و گناهایی که ازمون سر میزنه، از جمله اعمال، گفتار و رفتاری که در حین غضب ازمون سر میزنه، ناشی از اینه که از تهش خبر نداریم، از آثارش بیخبریم. وقتی بشینیم کنار هم بشینیم که همین یک کلمه، همین یه برخورد چه اثری داره، چه تبعاتی برای خود، اطرافیان، تو جامعه، حتما این به نظرم مؤثره. و اجرش که پیش خداست. شیرین ترین و گواران ترین و محبوب ترین لقمه ای که مؤمنی پایین بدهد کظم غیظ، فرو بردن خشم است. این روایته، فرو بردن. خدا اینو خیلی دوست داره. ما این که دوست داریم خدا دوستمون داشته باشه، منفورترین آدم ها تو لحظاتی که هستن که حالت عصبی پیدا میکنن در نزد خدا محبوبیت ندارن. دنبال میکنیم این چیزها رو. آره، به نظرم اتفاقا روزه و ماه مبارک هم بستر کاملا مناسبیه برای تمرین این خودداری. یعنی حواست باشه نفس، مثالی که دیروز زدیم، قرار نیست وقتی تو دستور دادی غلیانات داشته باشه، چی قرار نیست تو مدیریت کنی. آره من مدیریت میکنم. من الان نمیخوام حرفی بزنم، اگرچه 1000 حرفم فلانی به من بزنه، 1000 بی ادبی هم بکنه، ولی الان دست من، فرمون دست من تمرین کردم،
تشنم آب نخوردم، گرسنم بود غذا نخوردم، خواستم دروغ بگم نگفتم. خب الان میخوام عصبانی شم. این تمرینا به اینم کمک خواهد کرد، قطعاً به نظرم کمک میکنه، اراده رو قوی میکنه. و همین به مرور ملکه کف نفس، ملکه کظم غیظ رو در آدم ایجاد میکنه. بعد میبینی طرفو نمیشه اصلا عصبانی کرد، این یه آرامش خاصی داره. چقدر قشنگه آدم ملکش رو پیدا کنه. ببین شاگرده در مغازه مکانیکی روز اول و دوم اینو یاد میگیره، اونو یاد میگیره، بعد سر سال که میشه میگه ملکه تعمیرکاری در او زنده میشود. یعنی دیگه یاد میگیره. اوستا هم که نباشه میاد بالا سر موتور یک گوش میده، میگه آقا اینه من درستش میکنم. این کم کم به مروره. اخلاقیات خدا حفظ کنه، یکی از استادای ما میگفت یه وقت فکر نکنید مثلا از این توی سیرکای چوبی دارن سرش هم یه دونه ستاره است میزنن یهو خرگوش از کلاه در میاد. این از این صنف که نیستش که تو لحظه اتفاق بیفته. ممارست و تمرین میخواد، یاد گرفتن میخواد، آموزش میخواد. و اثر آخری هم که تو این قضیه بگم، ما یه مسئله غضب خودمون خیلی عصبانی میکنیم، خودمون رو اذیت میکنه. دو، تربیتی که نسبت به فرزندمون داریم. یعنی وقتی تو ماشین نشستم طرفم ورود ممنوع اومده، عصبی میشم، هرچی از دهانم در میاد میگم، این مسئله که به ضرر خودمه که جای خود، حق و ناسی که به گردنم افتاد جای خود. اینی که بچم داره میبینه چی؟ دارم به او یاد میدم اگر یه جایی اتفاقا حقم با تو بود، حق داری ناسزا بگی. فردا همین با پسرخالش دعواش میشه سر اسباب بازیشون، همون فوش و ناسزایی منو میده، بعد من ناراحت میشم، میخوام بگم این بچه اینو از کجا یاد گرفته؟ ما پدره میگه خانم به تو رفته، خانم میگه بابا میگه به تو رفته. نه، این شما رو دید و یاد گرفت. یعنی بعضا ماها وزر و وبال خطاهای خودمون فقط به عهده خودمون نیست، بچه‌های ما و اهل تربیت ما رو هم میگیره. خیلی ممنونم آقای سعیدیاری عزیز. پناه میبریم به خدا تا اینجای دعا از هیجان حرص و ثورت الغضب، برافروختگی و خشم زیاد و غضب. که خدا کمکمون بکنه بتونیم خودمون کنترل بکنیم ان شاء الله. و همین دعای خوبی من فکر میکنم که ضمن که از آقای سعیدی آریای عزیز خداحافظی میکنم و بهترین ها رو براشون آرزو میکنم، فکر میکنم که یکی از چیزهایی که به ما میتونه کمک بکنه در کنترل خشم و غضب، این دوستی، این سخاوت، این انفاق، این احسان، این خیرخواهی، این صمیمیت، این همدلی، همراهی، مواسات با دیگران بودن، زندگی کردن، نشست و برخاست کردن، اینا ما رو به نظرم کم کم از اون حالت خشم و غضب خیلی شیطانی دور میکنه. این خیلی میتونه مؤثر باشه. خدا بهتون خیر احسن. بریم سفره کریمانه‌ای که هر شب در حرم حضرت معصومه پهن هست و با هم ببینیم و نحوه مشارکت شما اگه دلتون خواست شما میتونید بیاین بشینین پای سفره و مشارکت هم داشته باشین در این نصر پویش سفره افطاری کریمانه. بسم الله. آقا من همه از خدایی به سوی خدا برویم. افطاری کریمانه. شما هم می توانید با ارسال عدد 5 به شماره پیامک 301122 و یا از طریق سایت nazr.amfm.ir در این امر خیر سهیم باشید. همه میهمان کریمه ایم. آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. خب یکی از ستاره های درخشانی که در کنار این ماه پرفروغ یعنی خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها
در بین دیگر ستارگان اینجا میدرخشن و رخنمایی میکنن مرحوم قطب راوندی هستند. این متکلم و مفسر بزرگ قرآن کریم که میخوایم توی این بخش ستارگان حرم با ایشان آشنا بشیم و بعدش هم تلاوت آیات قرآن کریم و مهیا میشیم برای اذان و نماز جماعت و بعدش هم افطار. از همه شما میخوایم که نفس بزنین برای اهالی یاد خدا. مخصوصا یادم افتاد امشب سه‌شنبه است، گفت مستی نه از پیاله نه از خم شروع شد، از جاده سه‌شنبه شب قم شروع شد. خیلی ها امشب نماز جماعتشون رو جمع‌کران میخونن و وعدگاه منتظران رو اونجا افطار میکنن. 2 بیت بخونم با شما خداحافظی بکنم. گفت کاش در این رمضان لایق دیدار شوم، سحری با نظر لطف تو بیدار شوم. کاش منت بگذاری به سرم مهدی جان، تا که هم سفره تو لحظه افطار شوم. اللهم عجل ولیک الفرج یا حق. خداحافظ. ابوالحسن سعید بن هبة الله راوندی، معروف به قطب الدین، در اواخر قرن 5 هجری در راوند نزدیکی کاشان دیده به جهان گشود. او پس از تحصیل مقدمات نزد پدر به سرعت مدارج علمی را طی نمود. علامه قطب الدین راوندی در علم تفسیر قرآن کریم، نهج البلاغه، کلام، فلسفه، فقه، حدیث، تاریخ، اصول فقه و شعر و ادب استاد زمانه بود و در هر کدام دارای تألیفاتی است. بیش از 60 کتاب و رساله از علامه راوندی به دست آمده است. ابن شهرآشوب مازندرانی و منتجب الدین رازی از شاگردان قطب الدین و البته فقهای زمان بودند. این عالم فقیه، حکیم و مفسر قرآن سرانجام در 14 شوال سال 573 قمری در شهر مقدس قم دیده از جهان فرو بست و در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد. مزار ایشان در کنار حوض زیبای صحن آینه واقع شده است. پس از 800 سال که قصد بازسازی صحن مبارک حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها را داشتند، با پیکر سالم و سیمای نورانی این عارف بالله مواجه شدند و حسب الامر حضرت آیت الله مرعشی نجفی سنگ قبر بلندی بر فراز مزارش نصب گردید.